اگه بخوایم بین خانمای این ضیافت یکی رو انتخاب کنین که بشه خانم خونتون، کی انتخاب میکنی؟ من یا جناب تیموری؟ امشب شب شماست جناب دیوان سالار. اختیار دارید، شما مهمونین، بفرمایید. من ته صرفم، شما بفرمایید. خواهش به جناب تیموری اگه باشه که میگه همه خانم. اگه به من باشه خب هیچ کدوم. حالا یه ذره با دقت بیشتری ملاحظه بفرمایید، شاید نظرتون ندارم. شک ندارم که امشب تمام خانمایی با عصر و نسب و شیک و خوشگل الان اینجان. یکم بیشتر نگاه کنی. به جز اونی که من دلم میخواد، به جز اونی که حتی یه تار موشم به شماها نمیدم. با خاک عالم چی شد پس؟